درود خدمت تمام دوستان و کاوشگران عزیز. دوستان، ما یه اسکن داریم از یک مقبره باستانی که احیانا حفاری شده و خاکاش برداشته شده. از رو 1 متر خورده دیگه مونده به فلز برسیم. در اینجا در این حالت ما عمق فلزمون رو که میگرفتیم که زده 1 متر و 38 سانت و ما در این قسمت فلز قرمز رو کم میکنیم که ببینیم این چقدر دوام میاره. خب در این قسمت دوام میاره، میتونه خودشو نگه داره. حالا آبی رو اضافه میکنیم ببینیم این فلز ما چقدر میتونه دوام بیاره. خب دوامش هم که خوبه. یک کمم رنگ قرمز بهش اضافه میکنیم. حالا میخوایم ببینیم این قبر ما چقدر عمق چند در چنده. در این حالت در این قسمت بالا میشماریم، میاد پایین، از قسمت سبز میشماریم. الان روی 1 متر و 38 نه روی 80 سانته. یکی میریم پایین تر میشه 1 متر 20 سانت اضافه شد 1 و 20. ما قبرمون حول و حوش 40 سانت عرضشه و زیر 40 سانت به پایین فلزمون قرار گرفته. حالا میخوایم ابعاد فلز رو دست بیاریم. چجوری؟ میریم حالت مشبک میزنیم. تعداد خونه هایی که اینجا زده تعداد اسکن ماه. خب ما در اینجا 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه رو پر کرده. اینجا هر خونه ما 20 سانتیه. 20 سانت، 40 سانت، 50 سانت. فلز ما 50 سانته که درون مقبره است. حالت اولیه میزنیم، از حالت مشبک برمی‌داریم. حالت اولیه اینم تا جایی میتونیم کم. الان مقبره ما در اینجا قرار گرفته و فلز درون این مفرق هستش. دوستان تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.